غیر همین سه چیز را میگه خداوند میبخشد، ولی این سه چیز را میگه الله نمیبخشد. اینها چیا هستند؟ یکم، هر کسی که از دنیا رحلت کند زمانی که همراه او شرک باشد، شرک با خدا آورده باشد و با همین عقیده شرک‌آلود خود دنیا را پدرود گوید، این پیش الله مهربان میگه بخشیده نمیشود. دویم برادرای عزیز، لم یکن ساحرا، دویم کسی که جادوگر نباشد. دویم نفری را که الله مهربان میگه نمیبخشم، این نفر جادوگر است. ولی در این وطنهای ما و شما هم جادوگرها بسیار داریم. حتی از برادرای ما و شما هم با شاید که پیش امونها برای یک حاجت هم که روند، پیامبر گرامی میگو من اتی کاهنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. کسی پیش یک جادوگر برای یک حاجت می رود یا سخنی او را تصدیق میکند، او با قرآنی که بر محمد نازل شده است کافر شده است. دویم اینا گفت. سیوم گفت ولم یحکر اخی، سیوم گناهی را که خدا نمیبخشد این است که کسی برادر مسلمانش را تحقیر میکند. زندهاز برادران عزیز، ماها باید در نسبت یکدیگر بسیار گمان نیک داشته باشیم. ولی ابوبکر وراقی را قصه‌اش میاره، مولوی جنونی میگه پدر را یک شب او دید در خواب پریشان حال بین جمع احباب، بگفتش ای پدر چون از حالت، چرا زرد از گلگون جمالت؟ پدرش وقتی در قبر ماند، آخی پدری سرشاگرد بود، پدری آدمی با تقوا بود، پدری همه کارش ای ترس خدا بود. وقتی در خواب دید که چهرش زرد، دید بسیار ناراحت، از پدرش سوال کرد. پدرش در جواب بگفتش صعب شد کار ای جگربند، همان دم که جدا شد بند از بند. وقتی که شما مرا ترک کردین رفتین کارم بچم بسیار مشکل شد. مشکلیش چی بود؟ ندای شد چی آوردی به درگاه، چی داری از عبادت توشه ای را؟ بگفتم 60 حج کردم خدایا، نماز و صوم و تقوا، زود و تقوا. جواب آمد نشد این جمله مقبول، بیار لایق ترین شایسته محصول. وقتی گفتم 60 حج کردم پروردگارا، نماز خواندم، روزه داشتم، ای ترس تو مقصد یک قدمی بیجا نماندم، میگه جوابی آمد که اینها نزد خدا قبول نشیدن، با چی داری؟ بلرزیدم به خود زان وهم چندان، شکست از زلزله سرهای دندان. از ترس میگه دندان به دندان زدم، دندان هم شکست. ندای شد که روز یاد داری، گرفتی خارک از رهگذاری. مبادای خلد در پای مؤمن، بیازارد کفی جوینده دین. پذیرفته شدی زان نیک نیت، بکردیم جای تو در قصر جنت. میگه تو روز یاد داری که یک خار را از سر راه گرفتی که تا در پای یک برادر مؤمن نخلد. همین عمل تو گفت برای ما بسیار خوش آمد و ما به خاطر این عمل نیکت ترا در قصرهای جنت جا کردیم.